بگذاریم که فضا و فرصت خدمت برای همه ایرانیان که دل در گرو این مرز و بوم دارند باز شود. بگذاریم که شایستگان به ملت خدمت کنند. بگذاریم که سینه ها از کینه ها پاک شود. بگذاریم که آشتی جای غم و دوستی جای دشمنی بنشیند. سرنوشت هر ملتی به دست خودش است. بگذاریم که اسلام با چهره رحمانیش، ایران با چهره عقلانیش، انقلاب با چهره انسانیش و نظام با چهره عاطفیش همچنان حماسه بیافرد و یخلق النصر یوم افتخار اخیر من را هیچ کس به ملت شاهد گذاری نکرد. مسلمان ها شما قوی ترین امت دنیاست. من سنگینی بار این رأی و این تنفیذ را احساس می‌کنم و تنها و تنها به خدا پناه میبرم. خدا کمکتون. فردا حتما روشن. از آن دستگیر بنده نواز خالصانه و خازهانه درخواست میکنم این بنده ضعیف خود را از شر کبر و غرور، حرص و بخل و حسد وارهاند. خداوندا به تو پناه میبرم. خداوندا به تو پناه میبرم. از استبداد رأی، عجله در تصمیم، تقدم نفع شخصی و گروهی بر مصالح عمومی و بستن دهان رقیبان و منتقدان. اینجا تجارت صدای راستی ملتیان، صدای انقلاب. توجه فرمایید، بارالها یاریم کن تا بنده مخلصی برای تو خدایا یاریش و خادم لایقی برای مردم باشم. خادمی لایقی به مردمان بابا. و فراموش نکنم آنچه بر پیشینیان رفته است. سخن بسیار است و مجال اندک، چه بهتر که سخن را کوتاه کنیم و پای در رهن همتش مدرقه راه کنه، طائر باز ای طائر باز که دراز است ره مقصد و من نو سفرم.